تمنا کرد پادشاه روم که من باید سربازان و مجاهدین اسلام رو ببینم اینا چی هن اصلا؟ اعجوبه هستن؟ اینا انسانن؟ جنن؟ چی هن؟ یه تعدادشون زنده دستگیرشون بکنید بیاریدشون. اینا همش ضمن لشکر امیرالمومنین عمر بن الخطاب بودن و دعای حضرت عمر هم یه دعای عجیبی بود. تو مدینه بود دعا میکرد، بگو خدایا دفن در شهر پیامبرت و شهادت در راهت. صحابه عرض میکردن یا امیرالمومنین شهادت در راه خدا با شمشیر بگیرید برید، تو مرگ در شهر پیامبرم میخوای؟ خودش میدونست چه دعا میکرد. توسط فیروز ابولؤلؤ مجوسی ایرانی در نماز صبح خنجر دولب خورد زمانی که تو محراب ایستاده بود و وقتی ضربه خورد سوال کرد کی منو ضربه زدن؟ گفتن یک مجوسی. گفت الحمدلله که یک مسلمان منو ضربه نزد. دعاش مستجاب شد یا نشد؟ کجا خوابیده؟ داستانش یک بار گفتم. وقتی که ضربه خورد نامه فرستاد به ام المؤمنین عایشه، سلام فرستاد همراه پسرش عبدالله، گفت بابا برو سلام مادر برسون، بگو که امیرالمومنین ضربه خورده که امید داره شهید بشه و اجازه میخواد کنار رسول الله صلی الله علیه و و بابای تو حجره تو اتاق مال توست، حق توست که اونجا دفن میشید. اجازه میخواد، اگه اجازه بدی بزرگواری بکنی اینجا دفن بشه. ام المؤمنین عایشه گفت برو سلام بابا برسون، بگو که این اتاق مال توست. چون من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و میرفت بیرون میگفت که من و ابوبکر و عمر رفتیم، من و ابوبکر و عمر آمدیم، من و ابوبکر و عمر فلان کار کردیم، این دوتا اسم از لبش نمیافتاد. تعدادی از سربازان رو گرفتن، از جمله عبدالله ابن حذافه بود. پادشاه روم گفت که برای من سجده کن. بالاخره خیلی رفت تا اینکه دیگی پر از آب جوش کردن. یکی از یارانش و سربازاش فرمانده بود خودش، انداختن تو آب جوش. گفت یا اون چیزی که میگم بکن یا مسیرت اینه. دستش گرفتن بردن اونجا، 2 قطره از دیدگانش سرازیر شد. گفت برش بگردونید، ترسید میخواد کرنش بکنه. گفت چی میگه حالا؟ گفت پس اون 2 قطره مال چی بود؟ بازم حاضر نیستی؟ گفت وقتی مقابل این آب قرار گرفتم گفتم خدایا این جان بیلایق من چه قابل تو رو داره که یک جان بندازم تو این آب جوش. کاش که به من 100 تا جان میدادی که یکی بعد از دیدگری دوباره در راه تو تقدیم میکردم. پادشاه روم مبهوت شد که اینا چی هن. وقتی شب میفرستاد گروهی که اونجا بازدید بکنن یا جاسوسی بکنن و مخبری بکنن، خبر بیارن. شب که لشکرها آروم میگرفتن، وقتی این سربازا میرفتن میگفتن که صدای زنبور داره میاد. زنبور کجاست؟ همه ایستادن تو جنگ، شب به نماز ایستادن، قرآن دارن زمزمه میکنن و آه و ناله دارن میکشن. زنبور کجاست؟ پایین ترین رتبه در بهشت مالکیه، پایین ترین درجه و رتبه. سوال کرد حضرت موسی، قال جواب شنید، هو رجل یجیء بعدما ادخل اهل الجنه. از جانب پروردگار جواب شنید که مردی است بعد از این که کل اهل بهشت وارد بهشت شدن، این آقا میاد داخل میشه. بعد از همه وارد شدن، بعدما ادخل هو رجل یجیء، مردی است که می آید بعد از اون که کل اهل بهشت وارد شدن. حالا میخواد دران رو ببندن. فیقال له، به او گفته می شود ادخل الجنه، برو داخل شو، ادخل الجنه. فیقول ای رب کیف وقد نزل الناس منازلهم، ای رب پروردگار چطوری من برم؟ هرچی جا بود همه گرفتن دیگه، هر کسی تو جای خودش مستقر شد. و اخذوا اخذاتهم، هرچی سهمشون بود گرفتن.
اقل این سهم توست، این سهم توست، این سهم توست. گرفتن. فیقال له، به او گفته می شود اترضی ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا. دیگه از جانب خدا بهش گفته شد تو راضی میشی که به اندازه ملک یک پادشاهی در دنیا مال تو باشه؟ حالا تو آخرین نفری. فیقول رضیت ربه، راضی شدم، راضی شدم به اندازه ملک یک پادشاه دنیا. من مفلسی بیش نبودم در دنیا، دیگه راضی شدم. فیقول لک ذلک، به او گفته می شود مال توست. و مثله و مثله و مثله و مثله، 1 و 2 و 3 و 4، یعنی به اندازه 4 برابر ممتلکات یک پادشاه روی زمین. فیقول فی الخامسة رضیت ربی، اون مرد در بار 5 میگه راضی شدم ای رب. فیقول هذا لک و 10 امثاله، ربش میگه این برای تو و 10 برابر مثل همین. راضی شدی؟ ولک ما اشتهت نفسک و لذت عینک، و برای تو علاوه بر این 10 برابر هرچی که نفست اشتها بکنه و هرچی که چشمت از اون لذت ببره تو بهشت. فیقول رضیت، میگه ای رب راضی شدم. حضرت موسی دوباره کنجکاو شد، گفت فاعلاهم منزلة یا رب، این پایین ترین بود. خودمون که همیشه دنبال نگهبانی و نوکری هستیم و خدمتگزاری تو بهشت، هم نگهبان دم درم بکنن. حضرت موسی گفت رب فاعلاهم منزلة، بالاترینش. قال اولئک الذین اردت غرست کرامتهم بیدی، اونهای کسانی هستن که اراده من بود، اونطوری که من خواستم بودن. کرامت اونها و شخصیت اونها را خودم با دست خودم کاشتم. بعضی بندگان خدا واقعا عجیبن. برید اوصاف صالحین بخونید. در یک از داستانها جوونی بود، دوستانش آمدن پیشش، مادرش به اونها گفت که مواظب باشی درباره جهنم، پسرم طاقت نداره بشنوه. صحبت باز شد و صحبت باز شد، بیهوش شد. بعضی بندگان خدا واقعا همینطورن که خدا داره میگه غرست کرامتهم بیدی و ختمت علیها، خودم هم مهر زدم. لم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر. اونها انسانهای ویژه هستن، جایگاهشون هم یه جایگاهیست. دنباله حدیث میگه جایگاه اون بندگان ویژه لم تر عین، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر هیچ دلی هم خطور نکرده. دوست ندارید بندگان ویژه باشیم؟ این رمضان بگذاریمش سال تغییر، تبدیل، تحول شدن، عوض شدن، مسیر زندگیمون عوض کنیم. رمضان داره میره، نگاه نکنید امشب 3، فکر بکنید امشب 27مه، چشم هم بزنی شاید 27م رسیده و من تو ساخته نشدیم. نگاه به یه مورچه بکن شب یا روز تو خونه، یه محمولی چند برابر خودش، همت و عزم و اراده از اون یاد بگیر. همش درسه، میبره بالا، جلو چشم تق میفته. 2 ساعت میبره بالا میفته، 2 ساعت میبره بالا میفته، میبره بالا میفته، چند سال بیشتر نمونده. تو خوابت میبره، وقتی یک دفعه چشم باز کردی که رو دیوار داره راه میره با سرعت چقدر، رو کولش گذاشته با سرعت رو دیوار داره راه، کی بالا رفت؟
ولی بالا رفت. همینجور مواظبت باش که نفاق برای تو نوشته نشه. نجات از جهنم و نجات از نفاق. از حوصله همه شما تشکر میکنم. امیدوارم که روز به روز خداوند به توفیقات ما و شما و دوستان ما و شما بیفزاید و روز به روز تصمیمات قطعی و جدیتری بگیریم و روز به روز منظمتر بشیم و روز به روز خودمون رو نزدیکتر بکنیم و روز به روز به تلاشمون برنامه هامون بیفزاییم و هر روزمون بهتر از دیروزمون و به امید این که فردامون هم بهتر از امروزمون باشه و همجور استقامت رو ادامه بدیم تا حسن الخاتمه نصیب بشه و هر کمکی که از دستمون برمیاد برای دیگران هم انجام بدیم، چون هر کسی دلسوز دیگران شد خداوند از در غیب میفرسته کسی که دلسوزش باشه و دلسوز چه؟ بچه هاش باشه. اینو جدی بگیرید. هر خدمتی به دیگران کردید خداوند کسی رو مسخر میکنه که خدمت به شما و خانواده و بچه هات و قوم خویشت بکنه. دنیا ده معامله با خدا ضمانت داره. دست همدیگه رو بگیرید و یه لبخندی هم بزنید و همدیگه رو حلال بکنید.